من در بالاش موندیانا گفتیان که مدینه چه شهر قرات کدسه بعد کدی بعد کی نشید برای پیش هم خاله چما گذاشت فهمی یگان گفتم دروغ نیست فهمیدی تو چی دختر کلون کدا کی بوگا میزنی کم تا دکونو زور اومده گرفت سر کدرا مدینه خطه چش جا کدسه میگم که اگر من در امی اینترنت نباشم شما کیرا دیگه گپ خبر میکنین میگردین من هم هستم که قاکی اکتیو میقبین شکموی زن و فرزنداتونم بعضیتون سر میکنین انا بین دخترک بین چش چی گذشته است ایرا فقط خداوند میدونه هیچ وقت آدم تو زورش نیه انا نمیبره گپ نمیزنه تیم بوله که مادر خچه مادر فقط وی نیست که تولد کنه پرتویه و بره و بعد چند سال بیایه بگه دختر میمون بولوش زوروری کنه میشه بکه اجتماعی برآمد کردم گفتم که من رسیره خوب نمیدونم مکتب تا داره خوندم سوادی خوبی ندارم لیکن با بعضی از کم عقل کوتاهاش همه چیز باور کرده دم روی کردن که همه شماین میگم اگر من نباشم در همین شبکه اجتماعی شما چیکار میکنین اکی اکتیو میقبین صورت کیرا میمونین انا برای زن و فرد برای یک لحظه عصبشون آرام بدن تمام کاری روی دنیا رو میکنن مثلا چی وقتی که یک مرد یک زن دوست میداره از او جدا میشوه برای فراموش کردن او زن تمام میراث روی دنیا رو میکنه که یک لحظه از یادش اما عشق پیشینش ببره در برای پرنده سنگ و دوک کی معلومه داره فکر میکنم با مثل ما کسی معلوماتی بیشتر و خوبتر نداره سنگ و دوک یک پرنده سبکی است که وقتی که دانه به طرفش میچوشی ای طرف ای طرف میپره ای طرف ای طرف میپره اما دانه را نمیخوره پروپره که بسیار میکنه بعدش در تیر یک نفر میزنه و حالش خراب میشه او بچه‌ای که پیش امروز اومده است پیش روی عروسش قطعه عشق ورزی کرده است تمام رومانتیکای روی دنیا رو پیشت کرده است او درست میگه دوستون میدارم تو جای را گرفتی به خدا که نگرفتی چند نگذشته با پیش همون عشق قدیمیش میره و اینجا چی میشه و حالت خراب میشه کمتر کارش بفرم سرای